به رسمیت نشناختن وجود زن، هویت زن، از نظر زندانبان ها این اجازه رو به زن نمیده که زن مالک بدن خودش باشه و روی بدن خودش کنترل داشته باشه. حتی در همین جاست که در واقع غیرت و ناموس پرستی یک ارزش محسوب میشه، یعنی جایی که زن میشه مایملک مرد. توی این موارد خب میشه که در واقع باید که کارشناسانه به لحاظ روانکاوی فردی اجتماعی بررسی بشه و باید که به یک شناخت عمیق‌تری رسید. ولی خب میدونم که جای بحث هست، میدونم که مسئله‌ای رو که دارم میگم متفاوت هست با اینکه شما در کدوم کشور تولد شده باشی، شما در چه خانواده تولد شده باشی، شما از چه طبقه‌ای باشی اصلا. ولی این چیزی که به طور کلی باعث آزار و اذیت ماست، اون چیزی که بیشتر از هر چیز دیگه باعث آزار و اذیت روحی و روانی ماها میشه، اینه که ما در یک زندان به طور دائم و مستمر تحت نظارت و کنترل هستیم. ما رفتار ما، اعمال ما، هر کاری که ما انجام میدیم در واقع کنترل میشه و روی اون حرف هست. این باعث چی میشه؟ این باعث میشه که ما دچار خودسانسوری میشیم، یعنی اینکه ما چیزی رو انجام میدیم که دیگران میخوان، ما اون چیزی رو که خودمون دوست داریم نمیگیم و باعث میشه که ما اعتماد به نفس خودمون رو از دست میدیم، ما نامطمئن میشیم، ما نگران میشیم، موقع تصمیم گیری ها ما به شدت مردد میشیم، ما نمیتونیم به کسی دیگه ای وابسته میشیم و یک شخصیت وابسته در واقع پیدا میکنیم. هر کدوم از مواردی رو که من صحبت کردم راجبش، آسیب‌های خودشو هم برای زن و هم برای جامعه داره و همونطور که گفتم اینا نیاز به بحث‌های عمیق‌تری داره که من فقط به صورت یک اشاره ازش میگذرم که چطوری فرهنگ مردسالارانه با استفاده از الگوهای فرهنگی و اجتماعی میاد یک نقش‌های کلیشه‌ای از قبل پیش بینی شده‌ای برای زن تعریف میکنه مثلا، و اینا البته که هدفش فقط محدود کردن حیطه عمل و بروز استعدادها و توانایی‌های زنان هست. مثلا خیلی ما برخورد داریم با اینکه زن وفادار مهربان، مادر از خودگذشته ایثارگر، دختر خوب و همه در واقع وقتی اینا به هویت اصلی ما اشاره ندارن بلکه به خدمتی که ما برای مردان خانواده انجام میدیم دارن از ما نام میبرن. نمونهش هم یادتون هست همین اواخر بود که فکر کنم زن علم الهدا فوت کرد، روی قبرش ننوشتن حتی اسمش چی هست، فقط آدرس پدرش رو دادن، دختر فلان و زن بمان. یعنی در این حد وجود ما و جایگاه ما نادیده گرفته میشه. این محدودیت ها اونقدر که الگوسازی شده و در ذهن افراد جامعه جا افتاده که گاهن حتی یک زن هم فکر میکنه که محدودیت ها و اعمال سرکوبی که بهش میشه خیلی طبیعی هست و برای همین میشه که گاهن پا به پای مردان در سرکوب زنانی که نمیخوان
تبعیت کنن از الگوهای پیش بینی شده کلیشه‌ای در سرکوب زنان شرکت میکنن. متاسفانه من گفتم دو زندانبان دیگرش در واقع ساختارسازی و نهادسازی هست، یعنی ساختارهایی که ابزاری میشن برای وضع قوانین زنستیز، وضع قوانین ضد زن که بتونن بیشتر در جهت تقویت، تثبیت و تداوم انقیاد زن این سازوکار راه میفته و به طور قانونی به کمک دیگر ابزارهایی که مثل فرهنگ و اجتماع هست میاد تا بتونه بیشتر زن رو در یک محدوده مشخصی نگه داره. مثل خب میدونیم که مثلا زن نمیتونه بدون اجازه شوهرش بره مسافرت یا گرفتن پاسپورت یا این گیروبندهایی که برای زنها برای محدود کردن استقلال زن در واقع انجام میدن. ولی من میخواستم بگم که خبر خوب چیه؟ خبر خوب اینه که وجود زنان و دختران جوانی که الان میبینیم و در جنبش های مختلف اخیر دیدیم که اینا آگاهی پیدا کردن و به توانایی خودشون باور پیدا کردن، اینا عزم کردن که وضعیت خودشون رو دیگه از تفسیر و تعبیر به تغییر شکل بدن، یعنی وضعیت و جایگاه خودشون رو بتونن در جامعه تقویت کنن. اون چیزی که در واقع نظم جدیدی رو، نظم انسانی رو جایگزین اون نظم موجود مرد سالارانه کنن. نمونهش که حالا بعد دوباره برمیگردم توی یک نقطه دیگه به این، ولی خیزش زن زندگی آزادی یکی از نمونه های بارز این صحبت من هست. من در اینجا صحبتم رو تموم میکنم و از ژینو عزیز خواهش میکنم که راجع به خودش تا اونجا که دلش میخواد و فکر میکنه درسته، کاری که داره انجام میده، کمپینی که خودش و یکی از دوستای خودش که فکر میکنم همسن و سال هم دیگه باشن راه انداخته، تا اینجا که میتونه صحبت کنه. مرسی. she
شنیدید از هیوا سیفیزاده هست که اخیراً حین اجرای زنده برنامه خودش دستگیر شده و ما به این دلیل و به این دلیل اتفاقی که افتاده بود برای ایشون آهنگو پخش کردیم. ژینا جون بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. صدامو دارید اینجوری؟ خب ممنونم برای دعوتتون به این برنامه و اینکه من یکم بلندتر اینجوری خوبه؟ آره من در اصل یه چیزایی آماده کردم که براتون بگم، یه متنی نوشتم ولی فضا رو دیدم که خیلی فضای صمیمی و دوستانه. من ترجیح میدم فی‌البداهه حرف بزنم، امیدوارم که یادم باشه نکات اصلی رو. اول خودم معرفی میکنم. من ژینو بابامیری هستم، پدرم زندانی سیاسی در حال حاضر و یکم از پرونده پدرم میخوام براتون بگم، از کمپین دختران دادخواه که اگه خواستید اینجا کیوارشو داریم، مال اکانت اینستاگراممون میتونید فالو کنید. و من راستش فکر میکردم بیرونیم، برای همین یه عالمه از دوستام آوردم که هیچ کدومشون فارسی بلد نیستن، امیدوارم براشون اوکی باشه، ولی متن منو دارم به انگلیسی و کل پرونده رو دنبال میکنم. من بابام 28 فروردین 1402 دستگیر شد و 4 ماه ما خبر نداشتیم کجاست. به دست نیروهای امنیتی دستگیر شد ولی مکان اصلیش رو نمیدونستیم به یقین، و اینکه بعد از 4 ماه فرستادنش زندان مرکزی ارومیه در شهر خودمون دستگیر شد در بوکان و بعد از زندان 6 ماه حق وکیل خودشو نداشت و الان وکیل داره ولی 2 تا پرونده براش ساختن. پرونده دادگاه کیفری به اتهام آمریت در قتل بهش 15 سال زندان دادن در حالی که هیچ مدرکی علیهش نیست و هیچ حتی اینا رو تحت اعترافات اجباری هم نتونستن که اعتراف اجباری در این پرونده بیان و کسان دیگه که در این پرونده هستن گفتن که پدر من رو نمیشناسن. و پرونده دادگاه انقلابش که خیلی بدتره به نظر من، نمیدونم، اتهامات زیادی داره که شامل محاربه و برقی میشه و هنوز براش حکمی نیومده. و اونجا بود که من تصمیم گرفتم که در مورد بابام حرف بزنم، بیام مصاحبه داشته باشم با خیلی جاها و خیلی فعالیت‌های دیگه. و برها من چند ماهی دارم مرتب با فعالان حرف میزنم، با رسانه ها، با سازمان‌های حقوق بشر، با کمیته حقیقتی‌ها به سازمان ملل. و در این فعالیت ها من با کسانی آشنا شدم. یکی از این دخترها مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، نمیدونم اسمش رو شنیدید، که چند روز پیش اعاده دادرسیش برای اعتراض به حکم اعدامش رد شد و هر لحظه در خطر اجرای این حکم هستند. و من وقتی صدای مریم رو شنیدم که یه وایسی داد بیرون که میگه بابامو منتقل کردم به زندان قزلحصار و خیلی ابراز ناراحتی کرده و خیلی نگران بودن، من سعی کردم شماره‌اش رو پیدا کردم، ما هم حرف زدیم، همسن من و مریم بله درسته، و با هم دوست شدیم و تصمیم گرفتیم این کمپین رو راه بندازیم. با افراد دیگه هم بودن که با ما در ارتباط هستن، حالا کسانی که میخوان اسمشون رو بیارن، کسانی که به خاطر امنیت مجبورن که اسم نگن، این انتخاب خودشونه. و این کمپین دختران دادخواه فقط برای من و مریم نیست، برای تمام فرزندان کسانی هستن که زندان سیاسی. این اسم از 2 تا دختر شروع شد ولی برای همه دادخواهانه، برای همه کسانی که برای جون عزیزاشون دارن می جنگن، برای کسانی که عزیزی رو از دست دادن، حالا چه در جنبش و به ناحق، به هر حال همه، برای زندانیان سیاسی عقیدتی ببخشید، و برای کسانی که در معرض حکم اعدام هستند، چون به هر حال به هر اتهامی باشه اعدام جبران ناپذیره و اینکه کسی رو بخوان شکنجه بکنن یا بهش زندان بدن یا بهش حکم بهش حکم بدن، برای اینه که جامعه پیشرفت کنه، برای اینکه جامعه بهتر بشه، ولی اعدام هیچ راه برگشتی ازش نیست، فقط برای ترسوندن جامعه است.
و خوشبختانه تو این مسیر با دختران زیادی آشنا شدیم، با کسان زیادی آشنا شدیم که الان همراه ما هستن و ما سکوت نمی کنیم. این کمپین رو ادامه میدیم تا روزی که همه این داستان ها شنیده بشه، تا روزی که همه این اسما رو ما توی ذهنمون حک بشه که فلان کس چه اتفاقاتی براش پیش اومد و پشت اون کس فقط خودش نیست، یه خانواده است که دارن اذیت میشن، کسانی هستن که نگرانن. و این که واقعا این صدا اینجوری نیست که به یه نفر و دو نفر جور بشه، باید هممون باشیم با هم. و الان اونجوری که خودتون خبر دارید بحث قضیه اعدام الان یکی از معضلات بزرگ جامعه ماست و اعداما داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه وقتی برای هدر کردن نداریم. و اینکه این افراد در داخل زندان واقعا کاری نمیتونن بکنن، نهایت کاری که میکنن اینه که اعتصاب غذایی میکنن و این نشون میده که اونا هنوزم دارن میجنگن اونجا، هنوزم تسلیم نشدن. این هم اعتراضیه به جمهوری اسلامی برای بلایی که سرشون میاد و هم یه حالت، یه علامتی، سیگنالیه که به ما میدن که ما نباید سکوت کنیم و خیلی کم کاری میکنیم وقتی که ما به این سیگنالی که بهمون میرسه واکنشی نشون ندیم. الان 37 زندان هستن در ایران که زندانیان سیاسیشون الان اعتصاب غذا میکنن هر سه شنبه و این خیلی اتحاد قشنگیه. این قضیه باید خیلی بولتر از چیزی که میشه بشه. الان مطمئنم این جمع کسانی که اینجا هستن خیلی اومدن اینجا، همو میشناسن و آگاه هستن در مسائل ایران. قطعا براتون مهمه که در این جمع حضور پیدا میکنید، ولی مهم اینه که این صدا رو برسونیم به کسانی که نمیدونن. برای همین من این چند نفر رو آوردم با خودم، برای همین متناش رو فرستادم برای دوستان دیگه. سعی میکنیم با شبکه‌های رسانه‌های بین المللی مصاحبه بدیم و یه برنامه هایی داریم که امیدوارم که پیش بیاد، ولی متاسفانه چون وقتمون کمه ما واقعا نیاز داریم که کمکمون کنید با شیر کردن پستی، با حرف زدن در مورد کمپین، با استفاده از هشتگ دختران دادخواه. و به هر حال خیلی به من پیام میدن، به ما پیام میدن، میگن خیلی ناراحتیم برای این اتفاقی افتاده، هر کاری از دستمون برمیاد به ما بگید. و من از اینجا میگم من نمیدونم، واقعا نمیدونم چه کاری از دست چه کسی برمیاد. من میخوام هر کسی با اطلاعاتی که داره، با تجربه‌ای که داره، با به عقل خودش که بگه به نظر من چی میتونم بکنم برای این کمپین، چه جوری میتونم کمک کنم. آیا دادخواهی رو میشناسید؟ به ما معرفی کنید با ما هم صدا بشه. آیا ارتباطی دارید با پارلمانی، با کفیلی، با کسی که میتونه کاری انجام بده؟ به هر حال این فقط یه حرکت نمادین نیست و میخوام که این موضوع رو به هر حال یکم این حرفا اینجا متفاوت‌تر کنم از جای دیگه‌ای که حرف میزنم، چون در باره روز زن 6 مارس ولی به مناسبت 8 مارس روز زن هستیم و اینکه کل این اتفاقاتی که افتاده به خاطر زن بوده، تلاشی که این افراد کردن برای زن و اینکه وظیفه ماست، وظیفه همه جامعه است که بهشون کمک بکنیم. یعنی من این قضیه رو فقط به خاطر پدرم نه، به خاطر همه این اتفاقات مشترک دارم رسانه‌ای میکنم، چون دارم میبینم چقدر این افراد زیادن، کسانی که داخل ایران هستن. کم پیش میاد حالا فرصت اینکه کسی رو داشته باشن که در مکان امنی باشه، بتونه مثلا راحت حرف بزنه یه جایی. میترسن، تهدید میشن، باید تعهد بدن خانواده ها که حرف نزنن. خانواده خودم سکوت کردن و در حال این یه مسئولیتی که خودتون بهتر میدونید. این در مورد من، در مورد کمپین، در مورد بابام. فکر کنم همینه. دستتون در دست شنو به ولدینه